سلام، به چنل فان فکتورز خوش اومدید. امروز میخوایم راجع به هوش مصنوعی و ابزاری مثل چت جی پی تی که امروزه هممون باهاش سر و کار داریم صحبت کنیم. چت جی پی تی مثل یه مربی هوشمنده که میتونه کنارت باشه. فقط کافیه بلد باشی چطور باهاش حرف بزنی. به صورت خیلی خلاصه، اول یک تعریف ساده از پرامپت میکنیم، بعدش میریم سراغ 4 پرامپت کاربردی که توی هر مهارتی، مخصوصا زبان، به دردت میخوره. پرامپت یعنی دستور یا سوال یا توضیحی که باعث میشه هوش مصنوعی یه کاری برات انجام بده. حالا هر چقدر که این دستوره دقیق‌تر و واضح‌تر باشه، هوش مصنوعی بهتر بهمون پاسخ میده. حالا اینجا میریم سراغ پرامپت های کاربردی که زیاد ازشون استفاده میشه. اولیش Learning Roadmap که استارت کاره، شروع یادگیری یک مهارت جدیده که به این صورت می نویسیم. میخوام نام مهارت رو حالا می نویسیم یا فلان زبان یاد بگیرم، یه نقشه راه مرحله به مرحله برای من طراحی کن که از سطح مبتدی به سطح حرفه‌ای برسم. لطفاً منابع پیشنهادی، کتاب، ویدیو یا تمرین هم بهم معرفی کن. این قدم اول برای شروعه. وقتی مسیر برات مشخص شد که از کدوم جاده باید بری که به مقصد برسی، مرحله بعدی نوبت میرسه به این که حالا با چه وسیله نقلیه‌ای باید برم. با ماشین، با اتوبوس، با هواپیما. در هر صورت دیر یا زود به مقصد میرسی که به تمرین روزانه و عادت سازی نیاز داره که پرامپتش هم به این صورته. برای یادگیری مهارت یک برنامه روزانه 30 روزه با تمرین‌های کاربردی و کوچیک طراحی کن. هر روز کمتر از 30 دقیقه باشه. یه پرامپت دیگه هم هست به نام Problem Solver. توی مسیر که داری میری بالاخره یه جا نیاز داری وایسی، ناهاری، شامی، یه دست به آبی، یه چایی بخوری. خلاصه باید وایسی، صبر کنی، مسائل و مشکلاتی که برطرف کردی دوباره حرکت کن که پرامپتش هم به این صورت. من دارم مهارت رو می‌نویسی، باز یاد میگیرم و در فلان مشکل یا فلان سوال گیر کردم. لطفاً قدم به قدم راهنمایی کن که مشکل رو حل کنم و در آخر یک جمع‌بندی کلی در مورد اینجور مشکلات به من تحویل بده. پرامپت بعدی هم اسکیل کویز. تو داری تو مسیر میری، تمام مسائل و مشکلات هم حل کردی، خوش و خرم، صدای آهنگم زیاد کردی، بعد همونجا یهو یادت نمیاد که اون دوراهی بود که من رد کردم رفتم سمت راست یا چپ. همونجاست که به خودت چک میکنی، میپرسی از اطرافیون یا سریع تو گوشی چک میکنی. همین چک کردنه میشه اسکیل کویز که بفهمیم مسیر رو درست اومدیم، تو سطح واقعیمون هستیم یا نه. پرامپتش هم اینجوری می نویسیم: برای من یک کویز 10 سوالی طراحی کن تا بفهمم در مهارت یا همون زبان مورد نظرمون در چه سطحی هستم. آخرش هم جوابها رو نشونم بده و توضیح بده اشتباهام کجا بوده و چطور میتونم بهتر عمل کنم.